سالیانه 40% 30% سود باید رو سرمایه که دارین حساب کنید. اسم و سنتون رو به اون میگین؟ سام قاسمی 33 سال. محمد هستم 36 سال. مدل ماشینتون چیه؟ BMW 528 مدلش هم 2014 سال. تنها ماشینی که دارین؟ دو تا ماشین دیگه هم هست، یه ماکسیما و یه دونه هم 206. پشتوانه مالی داشتین از سمت خانواده؟ پشتوانه مالی نه، ولی از اعتبار خانواده استفاده کردیم برای شروع کار. نزدیک به 13 سال با داداشم کار ساختمون انجام میدیم، تو حوزه ساختمون فعالیت داریم. خودمون شروع کردیم، ولی خب اولشون شغل پدری من بوده، از اعتبارشون استفاده کردیم برای شروع کار، ولی از بابت ریالی اصلا. اگر همین الان همه چیزو ازتون خدایی نکرده بگیرن و صفر مطلق بشین، باز دوباره میتونین این مسیر رو ادامه بدین و به این موقعیت برسین؟ اگر تو شرایط فعلی باشه آره، چون یه بار این مسیر رو رفتیم قاعدتا میتونیم. سخته، خیلی سخته، ولی خب میشه. اگر بخواین یه الگو از پدرتون بگیرین، اون الگو چی میتونه باشه؟ راه درست رفتن. اگر بخواین به یه جوان ایرانی یه توصیه بکنین که نقطه عطفی بشه برای زندگیش، شما چی بهش میگین؟ بهترین کاری که میشه کرد، مخصوصا توی ایران، پشت کار داشته باشن داخل کارشون، از این شاخه به اون شاخه نخوان برن. هر کاری نیاز به چوبخوری داره، لو پایین داره، داخلش بمونن تا رشد پیدا بکنه. خیلی هم درگیر فضای مجازی و سوشال مدیا نباشن، تمرکزشون بزنن رو کار خودشون. خودتون از سوشال مدیا استفاده میکنین؟ نه، شاید روزی 10 دقیقه 15 دقیقه. ببین، عقیده من اینه که آدم دنبال هر چیزی باشه اون چیز به سمتش میاد. حتی سوشال مدیا هم اینجوریه. من اگر هدفم مشخص باشه از سوشال مدیا، میدونم قراره چی ببینم. اکسپلور آدم اینجوریه که چیزی که دوست داری بهت نشون میده. اگر آدم دنبال چیز خوبی باشه، به نظرم داخل اکسپلور هم حتی فضای مجازی هم میتونه پیداش کنه. 100% همین موضوع. ولی اینکه آدم گوشیو بگیره همینجوری اسکرول بکنه بخواد بره بالا، 2 ساعت میبینه تایمش داخل اینستا بوده، واقعا چیز جالبی نیست. چه چیزی داخل بازار کار یاد گرفتین که میتونه برای ما جوانای درسی بشه که برای مسیر ادامه کارمون بهتر بتونیم استفاده کنیم؟ چیزی که من یاد گرفتم، آدم باید صادق باشه تو کارش و بازیو به صورت برد همیشه در نظر بگیره. مخصوصا شرایط فعلی نمیتونین تکراری بکنین داخل کار. به هیچ کس، حتی نزدیکترین دوستانشون هم اعتماد نکن، چون ما خودمون یه ضربه خیلی بزرگ از این اعتماد خوردیم. چارچوب قانون یا همون اول کار تعریف کن، طبق اون هم برن جلو. میزان درآمدتون داخل یک ماه چقدر بوده؟ تو حوزه ساخت و ساز نمیشه میزان درآمد ماهیانه رو حساب کرد. یه موقع آدم انقدر دار نمیدونه چیکار کنه، یه موقع هم خالی میشه، ولی در کل خوبه. الهی شکر